جانی که در آن خرد و حکمت نیست مرده است، ولی اگر آن را مثل زمین بیکار خوابیده که از باران شاداب میگردانیم با دانش مسلح گردانیم همیشه سرسبز و شکوفان خواهد بود. گفته بود باره فیلسوف، نویسنده و دانشمند ابوالفرج. و نمایشمون محض برای آنهایی است که میخواهند دانش خود را افزون گردانند و یا سویه دانش، جهانبینی، ملکه و حضورجوی خود را سنجند. شماره 90 آزمون تلویزیونی به پیش منظور شماست. دوستان عزیز سلام عرض میکنیم. امروز نیز 4 نفره که میخواهند در نمایش ما قوه سنجی کنند آمادند و در روزهای تعطیل البته ما خیلی شدیم که با ما هستند و در اول ما امکان میدیم که آنها خود را معرفی کنند، در کجا میخونند، در وقت تعطیل با چه کار مشغول میشوند، شاید که در وقت خالی چی مشغولیت داشته باشند و مانند اینها. و سپس ما از روی قاعده های موجوده نمایش خود را ادامه میدیم. و من آغاز میکنم از مدینه و چون مدینه در نمایش گذشته خیلی فعال بودند ما با مدینه امتیاز دادیم که در نمایش امروزه ما به نوبت شرکت ورزند. مرحمت. مدینه خورشید هستم، خواننده صنف هشتم مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 36 شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور. در وقتهای خالگی عادتا با آموزش زبان انگلیسی و روسی مشغول هستم، بنابراین میخواهم که در آینده ترجمان شوم. اینچنین به مطالعه نمودن کتاب ها نیز مشغول هستم. عین زمان کتاب دوست داشته من مکتب کنه صدرالدین عینی می باشد. باز هست نخستین استاد. خوب، بسیار خوب. مرحمت. شما؟ من محمد علیف شدروز می باشم، در مؤسسه تحصیلات میانه رقم 56 شهر دوشنبه تحصیل می نمایم و در وقت‌های بیکاری به خواندن کتاب و اینچنین به ورزش نیز مشغول هستم. الحال من کتابی حکایت‌های تاریخی را میخونم. من یاروا شریف‌اما خواننده صنف 8 مکتب تحصیلات میانه عمومی اساسی رقم 82 ناحیه رودکی می باشم. من در وقت‌های خالگی بسیارتر به خواندن کتاب‌های بدیعی نیز مشغول میشم. من عین زمان کتاب یوسف جان احمدزاده عشق دختر کلاهپوش را مطالعه کرده ایستادم. بسیار خوب. باز چه هنر دارید؟ باز به پخت و پز نیز مشغول میشم و با پخت‌وپز باز با کارهای مادرم نیز یاری می‌رسیم. چی پخته می‌توانید؟ هر گونه پخت‌وپزها، هر گونه خورش‌ها. من حسن عزیز خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 59 ناحیه رودکی شهر دوشنبه می باشم. من در وقت‌های خالگی بسیارتر به ورزش و خواندن کتاب‌های بدیعی یعنی وقتی خود را صرف میکنم و عین زمان من کتابی سرگذشت صابر یعنی از ساتی ملوغ‌زاده را یعنی مطالعه نمودم که باز من با زبان انگلیسی یعنی علاوگی میگیرم که عین زمان قریب 6 ماه شده است. باز با ورزشی رقم 1 یعنی فوتبال خیلی شوق دارم که هم تماشا میکنم هم با فوتبال مشغول میشم. بسیار خوب. مدینه، شادروز، شریف‌اما و عزیز 4 نفره هستند که امروز ما با واسطه این 4 نفر به شما سوال پیشنهاد میکنیم. بسیار خوب است که شما در وقت خالی کتاب میخونید، خصوصا در وقت تعطیل، و باور دارم که شاید نفری از شما در آزمون جمهوری فروغ استفاده دانای کتاب است شاید اشتراک میکنید در دوران این بعد. و چون گفتید که مشغولیت شما زبان آموزی است، نمایش شما امکان فراهم می‌آورد اگر یکی از شما به زینه نهایی رسید و با سوال آخری ما جواب درست گردانید، پس امکان پیدا میکنید که با یکی از کورس های تعلیمی مرکز آموزشی قلم رخصت گیرید و می توانید که در این مرکز آموزشی قلم شما با زبان آموزی شغل ورزید و یا با گرفتن تحصیلات علاوگی از فن‌های طبیعی، ریاضی و گومانیتری. ولی تا این خیلی وقت است و ما الان میبینیم که شما تا به کدام زینه میرسید. از روی قاعده های نمایش در نزد هر کدام شما 4 راهرو است و هر 4 راهرو 4 رنگ دارد و سوال های ما نیز وابسته هستند به همین 4 رنگ، یعنی مرکبی سوال های ما از ساده و مرکب صورت میگیرد. اگر تماشا کرده باشید در دور اولی ما سوال پیشنهاد میکنیم و هر سوال 4 واریانت دارد. شما با سوال جواب نمیگردونید، ولی وقتی که من واریانت ها رو گفتم شما از روی رنگ رفته با واریانت درست میستید. طبق قاعده های نمایش، یعنی واریانت اول رنگی کبود، واریانت دوم رنگی سبز
وریانت سوم رنگی زرد و چهارم رنگی سرخ است. یعنی وقتی که من 4 جواب رو نمبر کردم، پس شما به حساب گیرید که وریانت یکم رنگی کبوت است، دوم رنگی سبز، سوم رنگی زرد و چهارم رنگی سرخ. در این درس سوال ها آسان هستند و حتی ما با شما 10 ثانیه هم فکر امکان میدیم که فکر کنید و پس از 10 ثانیه فکر کردن شما میتوانید که رفته بزینه در کاری استید. من این زمان 4 فن رو نمبر میکنم: بیولوژی، گیولوژی، زوولوژی، مورفولوژی. 4 علم است. یعنی رنگی کبود بیولوژی، رنگی سبز گیولوژی، رنگی زرد زوولوژی و رنگی سرخ مورفولوژی. سوال چنین است: 10 ثانیه فکر کنید و رفته به خانه که درست میشمارید استید. علمی که عالم حیوانات را می‌آموزد چی نام دارد؟ 10 ثانیه وقت. بیولوژی کبود، گیولوژی سبز، زوولوژی زرد و مورفولوژی سرخ. وقت به انجام رسید. عزیز با فکر شما پس بیولوژی چی رو می‌آموزد؟ حیات رو می‌آموزد. اینجا ما وریانت داریم گیولوژی. نیست گیولوژی مدینه؟ هست. همچون فن هست که همین گیولوژی همچون فهم دانسته می شود. گیولوژی گیوزمین، لوژی علم دانسته می شود. یعنی وریانت انتخاب کرده هر 4 نفر شما این زوولوژی است. علمی که جانوران را می‌آموزد. مرا جواب درست. واقعا جواب شما درست است. هر 4 نفر وزن ابتدایی گذارید. در صورت باز همین گونه جواب درست گرداندن از جانب هر 4 نفر شما، ما امکان میدیم که شما الکی با سوال سوم نگذشته به دور دوم گذارید. ولی به هر صورت حالا ما باز سوال داریم. من 4 ادیب مشهوری ادبیات معاصر را نمبر میکنم. استاد ترسونزاده، معلوم است که رنگی کبود. میرسایی میرشکر، وریانت دوم رنگی سبز. عبدالسلام دهاتی رنگی زرد و ابوالقاسم لاهوتی رنگی سرخ. ترسونزاده، میرشکر، دهاتی و لاهوتی. سوال چنین است: داستان پسری وطن به قلم کی تعلق دارد؟ ترسونزاده، میرشکر، دهاتی و لاهوتی. 10 ثانیه وقت برای فکر کردن. رنگ کبود ترسونزاده، رنگ سبز میرشکر، رنگ زرد دهاتی و رنگ سرخ لاهوتی. وقت به انجام رسید. جای خود را اشغال کنید. یعنی داستان پسری وطن به کی تعلق دارد؟ خوب. وریانت ها: ترسونزاده، میرشکر، دهاتی و لاهوتی. جای خود را اشغال کردید. بسیار خوب. شریف اما شما فرق کردید. خوب. من با این جواب تخمین یعنی ابوالقاسم لاهوتی رو انتخاب کردید. مرا جواب درست. داستان پسری وطن به قلم استاد میرزا ترسونزاده قهرمان تاجیکستان تعلق دارد. به جای خود گذارید. الکی نوابسته از سوال سوم، الکی عزیز و شادروز امکان پیدا کردن که به قسمت دوم گذارند. ولی من باز یک سوال دیگر دارم. این سوال می شود برای عزیز و شادروز علاوگی، ولی اگر عین زمان شریف اما و مدینه جواب درست گردانند پس آنها امکان پیدا میکنند که به زینه دوم گذارند. سوال چنین است: من 4 شهر و ناحیه رو نمبر میکنم از تاجیکستان. شهر دوشنبه وریانت یکم، شهر پنجکند وریانت دوم، ناحیه وخش وریانت سوم و ناحیه درواز چهارم. دوشنبه کبود، سبز میشد پنجکند، زرد وخش و درواز رنگی سرخ. سوال چنین است: یادگاری سرعزم در کجا جایگیر است؟ دوشنبه پنجکند، وخش درواز. 10 ثانیه وقت. دوشنبه کبود، پنجکند، سبز وخش زرد و درواز رنگی سرخ است و وقت به انجام رسید. مرحمت.
یادگاری سرازم در کجا جایگیر است؟ شریف اما در کجا جایگیر است؟ یادگاری سرازم در پنجکن جایگیر است. ولی اگر جواب شما نادرست باشد شما الکی امکان را از دست میدید، برای اینکه شما یک خطا کردید. میدونید؟ کی معلومات داره درباره سرازم؟ مرحمت شد درست. یادگاری سرازم در نویای پنجکن بوده. امسال 5500 سالگی سرازم رو جشن میگیریم. خب عزیز الوه دارید؟ یادگاری سرازم یکی از یعنی شهرهای قدیمی جمهوری تاجیکستان میباشد که 45 کیلومتر از یعنی از شهر سمرقند یعنی دوری جایگیر شده جایگیر است. شده است و 31 یولی سال 2010 یعنی در یونسکو آن را یعنی بین المللی اعلام کردند. یعنی جشن 5500 سالگی سرازم تصدیق شد و آن به قطار فهرست یادگاری های عموم بشری داخل کرده شد. همین خیلی از جواب شما. بله. مرحمت جواب درست. خوب درست است. بعد جای اول برمیگردیم. در قسمت اول هر چهار شما جواب درست گرداندید و من شما رو دعوت میکنم به دوری دوم. مرحمت. در این دور به شما سوال و 20 ثانیه برای فکر کردن داده می شود. یعنی شما امکان دارید که 20 ثانیه هم فکر کنید و به سوالی ما جواب گردانید. و چون همیشگی ما از مدینه آغاز میکنیم، سوال شما چنین است: مقدار هجا در کلمه از چی وابستگی دارد؟ 20 ثانیه وقت. مثلا کلمه چند هجا دارد؟ ولی چند هجا داشتن کلمه از چی وابستگی دارد؟ من از وقت استفاده نمیبرم. خب وقت ما خاموش کردیم. این از آن عبارت می باشد که در مقدار صداناک ها در آن هر قدر که زیاد باشد هجاها در آن همان قدر هم زیاد می شود. جواب درست است. ما شما رو یک زمین پیش دعوت میکنیم. سوال با شاد روز. درباره متال ها معلومات دارید؟ بله. خب کدام متال زهرناک در لامپه های روشنایی روزانه و در حرارت سنج جای داده شده است؟ 20 ثانیه وقت. یک متالی است که در لامپ های روشنایی روزانه و در حرارت سنج جای داده شده است. شاد روز. جواب شما وقت به انجام رسید. حرارت سنج رو دیدید؟ حرارت سنجی که بدنی خوب حرارت بدنی انسان رو میسنجن. و لامپه ها رو دیدید؟ یک متال جای داده شده است در آن. کدام متال باشد؟ شاد روز. جواب شما این سوال جواب ندارید. متالی که در ترکیبی یا در داخلی لامپ های روزانه و حرارت سنج با میخورد این نام دارد سیماب. شریف ما سوال شما چنین است: از عدد 1 تا 100 شماره 9 چند مرتبه با میخورد؟ 20 ثانیه وقت. از بین عددهای 1 تا 100 چند مرتبه 9 با میخورد؟ از عدد 1 تا 100 چند شماره 9 و میخورد؟ شاید 10 مرتبه. 10 مرتبه. خب اگر عزیز داند من عزیز رو یک زینه به پیش دعوت میکنم. مرحمت عزیز شما دست برداشتید. 11 زینه. 11 مرتبه. شروع شما حساب نکردید. مرحمت. 11 مرتبه. از عدد 1 تا 100 یعنی 11 مرتبه عددی 9 با میخورد. از عدد 1 تا 100 20 مرتبه عددی 9 با میخورد. ما میگذاریم باز با عزیز. دو پسرک 2 ساعت چشکه بازی کردند. دو پسرک 2 ساعت چشکه بازی کردند. هر کدام چند ساعت چشکه بازی کردند؟ 20 ثانیه وقت. دو پسرک 2 ساعت چشکه بازی کردند. هر کدام اونها چند ساعت چشکه بازی کردند؟
وقت انجام رسید. هر دویشون 2 ساعتی بازی کردن. چند ساعت بازی کردن؟ 4 ساعت. هر دوشون 4 ساعت بازی کردن. یه بار دیگر میخونم. دو پسرک 2 ساعت چشکه بازی کردند. هر کدام چند ساعت چشکه 2 بازی ساعت. کردن؟ 2 ساعت. بله. یعنی برای چی؟ برای اینکه هر دویشون یعنی 2 ساعت، هر یا 2 ساعت ای 2 ساعت یا 2 ساعت هر چون بازی کردن. اگر من شما رو یک زینه به پیش بگم خفه نمیشوید؟ جواب شما درست است. این زمان با مدینه ما امکان میدهیم که با سوال‌هایی که وریانت دارن جواب گرداند. یعنی در این دور سوال‌های ما در دور سوم سوال‌های ما وریانت دارند و شما 30 ثانیه هم امکان دارید که فکر کنید و بعد جواب گردانید. توجه کردیم. من 4 وزیر را نامبر میکنم چون وزیر دربارهای گوناگون تاریخ را: بلعمی، نظام الملک، بزرگ مهر و ارمایل. بلعمی، نظام الملک، بزرگ مهر، ارمایل. سوال: وزیر انوشیروان عادل چی نام داشت؟ 30 ثانیه وقت. بلعمی، نظام الملک، بزرگ مهر، ارمایل. به اندیشه من این بزرگ مهر می باشد. از کجا خوندید یا تخمین گفتید؟ در وقتهای پیش خونده بودم، شاید بزرگ مهر باشد. شاید یا که انیق. برای چی بلعمی نه؟ برای چی ارمایل نه؟ برای چی نظام الملک نه؟ برای شما بزرگ مهر. جواب درست است. ما باز به قسمت دوم برمیگردیم و سوال چنین است. به شادروز: قانون دوری اولین مندلیف از چند الیمنت عبارت بود؟ 20 ثانیه وقت. یعنی زمانی که مندلیف قانون سیم دوری الیمنت ها رو کشف کرد از چند الیمنت عبارت بود؟ سوال خیلی آسان است. سوال فقط به شادروز. شما حالا کمتر اگر وقت دارید اگر خودت فکر کنید و وقت به انجام رسید. سوال چنین است: زمانی که دیمیتری ایوانویچ مندلیف سیستم دوری الیمنت رو کشف کرد اون از چند الیمنت عبارت بود؟ اون از 58 الیمنت عبارت بود و در زمان حاضره باشد وقتی که عالمان الیمنت ها را آموختند 60 الیمنت دیگر زیاد شده است و در این زمان در قشر زمین 118 الیمنت موجود می باشد. زمانی که مندلیف کشف کرد چند الیمنت گفتید؟ 58 الیمنت. عزیز 63 الیمنت. زمانی که مندلیف قانون رو کشف کرد اون از 63 الیمنت عبارت بود. میگذاریم باز با شریف ما. شریف ما آفتاب رو میدونید؟ بله. آفتاب رو میدونید. میگویند که عالمان یک الیمنت را اولین شده در آفتاب کشف کردن. کدام الیمنت باشد که نام آفتاب را دارد؟ 20 ثانیه وقت. سوال خیلی آسان است. کدام الیمنت را اولین شده در آفتاب کشف کردن؟ وقت انجام رسید. شریف ما نیست؟ نه. شادروز؟ سترانسی بفرمایید. الیمنتی که اولین شده در آفتاب کشف کردن نام دارد گلی و حتی گلیوس معنای گلیوس آفتاب است. سوال ها وریانت دارند عزیز. با چی توجه دارید بیشتر؟ خوب گفتید که کتاب میخونید. باز با چی توجه دارید؟ با فوتبال توجه دارید؟ باز با چی؟ با فن‌های گومانیتاری. فقط با فن‌های گومانیتاری. باز تاریخ و دیگر فن‌هایی که باز با شیمیا. باز با شیمیا. کدام کس رو من بعد پیش میکنید؟ انتخاب کردید؟ حالا نه اما انتخاب میکنم. حالا انتخاب نکردید. با شما سوالای پیشنهاد میکنیم که وریانت دارند. سوال چنین است. من 4 نمودی آبها رو نامبر میکنم. آب بحر، آب باران، آب دریا، آب معدنی. سوال:
کدام نمودی آب مقداری از همه کمی غش یا آمیختگی ها را دارد؟ 30 ثانیه وقت. آب بحر تصور کنید، آب باران، آب دریا و آبهای معدنی. کدام نمودی آب مقداری از همه کمی غش ها را دارد؟ آب بحر تکرار میکنم، آب باران، آب دریا و آب معدنی. شما یک بار تصور کنید این آبها را و یکی از این آبها از هم مقداری کمی غش یا آمیختگی ها را دارد. وقت به انجام رسید. فکر من این آبی معدنی. یعنی مقداری کم دارد. جوابم رو علیش بکنم، یعنی آبی باران. معدنی، باران، دریا، بحر. من میتونم شهر دیم باران رو، برای اینکه از هوا یعنی آب ببارد یگان نمود یعنی آمیختگی ندارد. وقتی که آب معدنی رو گیریم، آب معدنی در آن یعنی در کارخانه ها استفاده میشوند، آن را چندین نمودی یعنی آمیخته ها یعنی آمیخته میکنند. معدنی گفتید کو؟ ای بس کردم. برای شما باران. خوب، من قبول میکنم، ولی اگر نادرست باشد پس شما نمیتوانید که با مدینه برابر شوید. آب بحر آبی شور است، پس معلوم میشود که آمیختگی خیلی زیادی هم دارد. آب دریا شاید از آب بحر کمتر مقدار آمیختگی داشته باشد، ولی آبی که از همه مقدار کمی غش ها را دارد این آبی باران است. جواب شما درست است. من شما را به در نهایتی دعوت میکنم و اکنون میگذاریم به مدینه. چون مدینه و عزیز در یک سطح قرار دارد، من به شما یک سوال پیشنهاد میکنم و نفری که اولین شب به سوال جواب درست گردانید امکان پیدا میکنه که به دوری دیگر گذرد. سوال به هر دوی شما چنین است. هرچند من 40 ثانیه وقت میدم، ولی نفری که از 40 ثانیه پیشتر جواب درست رو گردانید به همین سوال امکان پیدا میکنه که به دوری دیگر گذرد، ولی اگر نه پس ما میگذاریم به دیگرها. 40 ثانیه فکر کنید و گویید هنگامی به هم جمع کردن یا ضرب زدنی کدام سه رقم یک نتیجه حاصل می شود. 40 ثانیه وقت. سه رقمی هست که آنها رو هم جمع کنیم و هم ضرب زنیم یک نتیجه حاصل می شود. اندیشه من این خوب، من وقت رو خودتون دادم. اگر شما خطا جواب دید پس به همین سوال دیگر امکان جواب گفتن ندارید. مرحمت مدینه. به اندیشه من این یک می باشد. هنگام به هم جمع و ضرب کردن سه رقم کدام سه رقم مدینه؟ شما از وقت استفاده نبردید. 0. مرحمت عزیز، هنگام به هم جمع و ضرب کردن کدام سه رقم یک نتیجه حاصل می شود؟ بله. 3 تا 2. هنگامی به هم جمع کردن و یا ضرب زدنی سه رقم من گفتم. فکر میکنم که این 1 2 3 می باشد. چه خیل؟ 1 جمع 2 3 3 جمع 2 3 جمع 3 6. خوب، باز ضربش چی؟ 1 کره 2 2 2 کره 3 6. مرحمت، جواب درست است. با رسیدن مدینه به همین زینه نهایی ما به شادروز، شریف‌اما و عزیز دیگر سوال نمیدیم. تنها سوال پیشنهاد می شود به مدینه و یک سوال هم اگه به مدینه پیشنهاد میکنیم و اگر مدینه به همین یک سوال ما جواب درست گرداند پس امکان پیدا میکنه که در یکی از کورس‌های آموزشی مرکز تعلیمی قلم رایگان تحصیل کند. آماده هستید؟ بله. 1 دقیقه امکان دارید که فکر کنید. توجه کنید. پسرک گفته بود پره روز من 10 ساله بودم. پره روز من 10 ساله بودم. ولی سال آینده 13 ساله می شوم. این پسرک درست گفت. چی طور؟ 1 دقیقه وقت. فکر کنید 1 دقیقه. پسرک گفت پره روز من 10 ساله بودم. ولی سال آینده 13 ساله می شوم. این پسرک درست گفت.
چی طور؟ فکر کنید، با خاطر بیارید، شاید تقویم رو با خاطر میبرید، من نمیدونم، شاید که حساب میکنید، من نمیدونم. پسرک درست گفت که من گفت پره روز 10 ساله بودم و سال آینده 13 ساله میشوم. کمتر از 20 ثانیه دیگر وقت دارید، شما میتوانید الکی فکر کرده باشید و شاید الکی جواب داشته باشید. آخرین بار میگویم پسرک گفت که من پره روز 10 ساله بودم و سال آینده 13 ساله میشوم، ولی این پسرک درست گفت. چی طور؟ وقتی شما با انجام رسید، مرحمت مدینه. یک بار دیگر میخونم، تکرار میکنم. پسرک گفت که من پره روز 10 ساله بودم ولی سال آینده 13 ساله میشوم. درست گفت. مرحمت، جواب شما. مدینه هست؟ وریانت جواب ندارم. ندارید. خوب عزیز، مرحمت، شما دست برداشتید. چخیر؟ یعنی پره روز دیروز و دیروز دیگر یعنی پره روز می شود و یک سال دیگر شود اگر اون خورده است که 3 سال. چخیر؟ در 3 روز الک 3 سال پیش میشیم. این طفل است. خب چی؟ طفل کلان نمیشود؟ یا طفل در 3 روز یک بار 3 سال پیش مینود؟ نه. پسرک گفت که پره روز من 10 ساله بودم، سال آینده 13 ساله میشوم. ندارید؟ من جواب دادم. مرحمت. یعنی که پسرک گفته است که عمر تیز میرود و گفته است که من پره روز کمی پیش 10 ساله بودم، ببینید که عمر تیز رفته است و من 13 ساله. یعنی عمر چنان تیز رفت که من در 3 روز 3 سال پیش رفتم. میخوای؟ نفهمیدم گذشتم. پسرک گفت که من پره روز 10 ساله بودم، سال آینده 13 ساله میشوم. توجه کنید. بگذار پسرک 31 دکبر سال 2009 تولد شده است. خب امروز 1 ژانویه سال 2020 است. تصور کردید؟ پس پره روز 30 دکبر بود. درست؟ پره روز 10 ساله بود. دیروز او زاد روز داشت 31 دکبر، پس الکی 11 ساله شد. امروز 1 ژانویه سال 2020 است و 12 ساله شد. سال 2020 با سال آینده سال 2021 پسرک 13 ساله میشه. چون ایامی تعطیل است، هرچند که شما راحت رو پیدا نکردید مدینه، ولی الکی در دو نمایش اشتراک میکنید. چون گفتید که زبان انگلیسی رو آموختن میخواهید، ما میخواهیم که در یکی از کورس‌های تعلیمی مرکزی قلم شما دانش خود رو باز هم مکمل کنید. این برای شما است. مرحمت. سوال‌های جالبی دارید و می‌خواهید آنها رو به اشتراکچیان نمایشی بپیش پیشنهاد کنید. پس این امکانیت را از دست ندهید. سوال خود را با جواب درست و نشان دادن منبع از آن گرفتید به نشانی شهر دوشنبه، کوچه شیراز 31، تلویزیون بهارستان روان نمایید. نفران فعال حتما قدردانی می‌شوند. تلفن برای تماس 221 95 24. شریف ما یا در هیجان بودید یا ترسیدید، نمیدونم، یا سوال‌ها رو نفهمیدید؟ من در این آزمون غالب نیامدم، ولی آنقدر غمگین نیستم، زیرا که مهم اشتراک است. من میخواستم که سواد و دانش خود را در این آزمون سنجم. شاید سوالای اومد که شما اونقدر خبر نداشتید، همین خیلی بود. بله. ولی به هر صورت باید که شما از همه چی آگاه باشید وقتی که به نمایش شما اومدید. شاد روز. من رو افتاده نیستم که در این بازی نگذاشتم، ولی باز در برنامه‌های دیگر شرکت می‌ورزم و باوری دارم که در برنامه‌های دیگر غالب می‌آیم. تشکر. ما نیز باور داریم که شما کمتر جرأت پیدا میکنید، در دیگر نمایش‌ها البته شرکت می‌ورزید و با غالب می‌بوید. مهم که شما در تعطیل تابستان آمدید و در نمایش ما شرکت ورزید و ما با واسطه شما توانستیم که چند سوال به بینندگان پیشنهاد کنیم.
азиз ман дар телевизион ин барномаро тамошо кардам, хеле шавқи зиёд доштам дар ин барнома, яъне иштирок карда, ҳарчанд ки ғолиб наомадам, аммо дониши худро мукаммалтар намудам. ва албатта боварӣ дорем ки боз акнун минбаъд ба ҳама фан таваҷҷӯҳ мекунед ва албатта шумо низ ҳам бо Шарифамо ва ҳам бо Шодрӯз имкон доред ки боз ширкат варзед. мо ба шумо изҳори сипос мекунем ки омадед. ва марҳамат Мадина, кадомаш душвортар буд, ин барнома ё барномаи гузашта? ин барнома бароям каме Барои чӣ? душвортар буд, аммо ба ҳар ҳол рохатро гирифтам. сабаби омадани ман дар ин ҷо дар он буд ки мехостам аз сатҳи дониши хеш хабардор гардам. хеле хурсанд шудам ки дар ин ҷо омада иштирок кардаам ва миннатдории бепоёни худро ба муассисаи давлатии телевизиони кӯдакон наврасон ба оисон расониданӣ ҳастам ва бурдбориҳои беназирро хоҳонам. кадом савол аз дуд намоиш ба шумо аз ҳама ҷолиб буд? саволе ки айни ҳол шумо ба ман пешниҳод кардед, ин яке аз саволҳои аз ҳама ҷолибтар барои ман мебошад. мо низ ба шумо изҳори сипос мекунем, чун дигарон ки омадед ва бовар дорем ки рохатро самаранок истифода мебаред. мехоҳед дар намоиши мо ширкат варзида донишу ҷаҳонбинии худро санҷед, пас шитобед. нишони имо шаҳри Душанбе, кӯчаи Шероз 31, телевизиони Баҳористон. намоиши ба пеш. телефон барои тамос 221 95 24. воқеан ширкати шумо дар ҳамин намоиш худаш як ҷасорат аст, зеро на ҳар кас ҷасорат мекунанд ва минбаъд ман мехоҳам ки шумо боз ҷасоратро зиёдтар кунеду ва агар вобаста ба ягон савол ягон андеша дошта бошад, оно ҷасурона ҷавоби худро пешниҳод кунед. ба шумо дар идомаи таътили тобистона истироҳати бо фароғат таманно дорам ва боварӣ дорам ки шумо таътилро самаранок мегузаронед, китобҳои бештар мехонед, дониши худро аз фанҳои гуногун зиёд мекунед ва мо ин таманноро ба бинандагоне ки айни замон моро тамошо мекунанд ин таманноро низ дорем. ва агар шумо низ ҳамин гуна мехоҳед ки дар намоишҳо ширкат варзед, пас ширкат озод аст, метавонед ширкат варзед ва шояд ки соҳиби ҷоизаи озмуни мо гардед. шумораи навбатии озмуни телевизиони ба пеш инҷо ба анҷом мерасад. то боздид.